سلام بیننده گرامی، امروز چهارشنبه 22 ینور است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا نگاه میاندازیم به موضوعهای برنامه خبری امروز. برنامه ساعت رسا 5 با وقت شهر دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب مستقیم نشر می شود و ثبت آن را هم می توانید آنجا ببینید. در چین گرفتاران ویروس فوتیدند. در تاجیکستان از چاره‌های جلوگیری کار میگیرند. مقامات تاجیک تلاش دارند سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین را محدود کنند. این تصمیم جهت پیشگیری از وارد شدن ویروسی نوی گرفته شده است که در چین پهن شده است و نگرانی ها از انتقال آن به نقطه های دیگر جهان زیاد است. در این برنامه درباره این حالت گزارش خواهم داشت، ولی تا آن دم یادآور میشم که بنابر یک ویروسی نو ناشناخته راه نفس در چین تاکنون 4 نفر مردند. از روی گزارش ها تا به حال 220 نفر به این ویروس گرفتار شده و آن در تایلند، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا مشاهده شده است. مقامات چین گفتند که این ویروس به 15 کارمندان ساحه تندرستی کشور هم سرایت کرده است. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخبار ببینید. دادگاه شکایت را رد کرد. دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی نیلوفر رجب و یک ساکن پایتخت را بی تغییر گذاشت. او ماه گذشته برای پوشیدن سطر نخست بازداشت و سپس برای میده اوباشی گناهکار دانسته شده جریمه شد. وزارت کارهای داخله آن زمان گفته بود پرونده نیلوفر رجب و بر پایه شکایت شهروند رعنا عبدالله و برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شد که مقامات تاجیکستان همیشه وجودی همه گونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند. راه دوشنبه چناق دیگر باره بسته شد. ایرس شرکتی مسئول نگهبانی این شاهراه که مرکز تاجیکستان را با شمال کشور میپیوندد خبر داد که از سبب برفباری زیاد و فرآمدن ترمه‌ها موقتا حرکت نقلیات در این مسیر بازداشته شده است. آب و هواشناسان برای امروز هوای نااستوار را پیشگویی کردند و با احتمال زیاد در اکثر ناحیه‌های کشور برف باریده فرآمدن ترمه نیز در مد نظر است. بیننده ارجمند، تفصیلات این موضوع نیز در برنامه اخبار ببینید. در برنامه امروز همچنان گزارش خواهیم داشت از شهر کولاب درباره تقدیر پرتوگاه‌ها که در یکی از برنامه‌های گذشته برای شما نمایش داده بودیم. ساکنان میگویند بعد نشر گزارش در رادیوی آزادی اداره کمونالی شهر دو روز باز مشغول پاککاری پرتوگاه‌ها هستند، ولی در عموم وضع چندان تغییر نکرده است و همچنان همکاران ما امروز صحبت داشتند با امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر گروه رسانه‌های آزیا پلوس که امسال از تأسیس یابی نشر یکم آن رسا 20 سال پر می شود. صحبت در اطراف هفته‌نامه آزیا پلوس و فشارها بر سر رسانه‌های مستقل تاجیکستان چرخیده است که امکان دارد در برنامه خبری آن را تماشا کنید. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراهی کنید.